دور رنجی بسیار این شبها در بری تو بود بدار زیراهی رفته گر دل کردی زیراهی رفته گر دل کردی جهان شد پیشی چشمش تیره بود جهان شد پیشی چشمش تیره بود مادر نمیدانی کیان بود مادری تو عزیز و غمگسار و یاوری تو گرفته دایما اندر کنارش زی شفقت سیلمه کرد و سری تو زی شفقت سیلمه کرد و سری تو زی شفقت سیلمه کرد و سری تو مادر 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 همان مادر همه خرزش ادا کرد تو را صاحب خانمان جا کرد چرا تو خدمتی مادر نکردی مگر مادر به تو کاری خطا کرد مگر مادر به تو کاری خطا کرد مگر مادر به تو کاری خطا مادر 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 آفرین سلامت باشید بسیار تشکر مرحمت گذارید سپاس میگویم دوستان ارجمند با دسته هنری انسمبل دولتی رقصی خدمت نشان داده لاله به نام غفور ولامتزاده برای نوازش و پیشنهاد یک ترانه و اینک نوبت دیدار و سلام رسید. دوستان عزیز درود میگویم به شما چون همیشگی برنامه فضا است مهمان خاندان شما و مهمانان ما هستند انسمبل دولتی رقصی خدمت نشان داده لاله به نام غفور ولامتزاده و آوازخوانی که همین حال و عزیزان دل برای ما یک ترانه در وصف مادران بسیار هم عزیز و مهربان هدیه کردند پرویز مرگلیوف که پرویز جان شما را خیر مقدم میگویم و همچنین در اینجا حضور دارند باز یک گل دخترک زیبا سفرزاده مهپاچو شاعری جوان شما را نیز خیر مقدم میگویم خواهر عزیز خوش آمدید. خب برآمد سلام و پیغام و پیام و درود خوش را به مردم برسانید. سلام به شما هموطنان عزیز. саломи самимонаи худро ба тамошобинони ниҳоят азизи телевизиони Сафина ва иштирокчиёни барномаи фазо мерасонам ва воқеан ҳам барномаи фарҳангии фазо барои ифшои истеъдодҳои навқаламон
як шароити хубе фароҳам овардааст ва миннатдории худро ба ташкилкунандагони ин барнома барои даъват мерасонам. خب صحتمند باشید خواهر عزیز و پرویز شما در مورد فعالیت کارتون چند جمله حرف بزنید که چقدر است که در انسامبل دولتی لولا فعالیت میکنید کارها چگونه است қариб тӯли 1 сол мешавад ки дар ин ансамбл ман кор ва фаъолият мекунам ва аз он рӯзе ки ман вориди ин ансамбл шудам албатта дар эҷодиёти ман дар фаъолияти кории ман хеле дигаргуниҳо дида мешавад чунки ман бо устодони санъат дар ин ҷо кор мекунам аз он ҷумла парда қосимов сарабек раҳмонов ман устод умаралӣ миралиев در مورد اونه که با کدامی از هنرمندان همکاری دارید منظورم آهنگسازان شاعرانی که شعر ایجاد میکنند бисёртар бо падарам кор мекунам вақте ки оҳангро мо тайёр мекунем дар танзими мусиқӣ бале бо мана устодо кор мекунем бо навозандагон дар ансамбл ва барои як шеъри хуб ё ки як шеъри бо маънӣ албатта инашам ма бисёртар гуфтам ки бо падарам кор мекунам то имрӯз ман бисёртар аз илҳоми ширин хондам шоири хуб аст шоири хатлонзамин то имрӯз ман аз эҷодиёти ӯ кас میگویند وقتی که اگر سرود خوب براید آهنگ خوب براید زود به دلها راه مییابد این را شما چگونه درک میکنید وقتی آماده کردن سرود ولی البته سرود خوب باشد آهنگ خوب باشد این شنونده خوب که درک کرد خوب با میتاد هر کار مثلا در زندگی یک اندیشه و یک فهمیش و ادراک خود رو دارد چی وادار ساخت شما رو جاده هنر رو انتخاب کنید نه مثلا جاده کار دیگر رو تشکر زیاد من فکر میکنم این هنر با ما ارثی ماندگی است چون که از گذشته های ما ماندگی است این میراث با ما تا امروز اینا من همین کسب پدر است ادامه داده است بله ادامه داده است بهترین ماه پاچاه چند جمله دیگر در مورد فعالیتش حرف زند کجا میخونید ماه پاچاه بندی چی کار هستید من امروزها دانشجوی کورس سیومی فاکولتeti فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان می باشم و این درگاه معرفت به من خیلی یک یعنی تمام چیز را داده است یک درگاه علم و معرفت است و وابسته من که در فاکولتeti فیلولوژی تاجیک تحصیل میکنم همه علم‌هایی رو میخونم که وابسته به شعر هستند و شعر این خود کلام مخیل خیال انگیز است و شعر روح را نوازش میکند شعر باید در دلها شور انگیزد و من از خردی به نوشتن شعر مشغول هستم و در این جاده با استاد شاعر خلقی تاجیکستان وهابزاده رستم همکاری دارم. همچنین اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی نیز بودید امسال و جای افتخاری را سزاوار گردیدید. چگونه گذشت؟ رقابت چگونه بود؟ واقعا هم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. یک اقدام نجیب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می باشد زیرا این آزمون توانست تمام طبقه های جامعه را به کتاب و کتابخوانی دعوت نماید سال دوم است که در آزمون مذکور در نامیناسیای پنجم نامیناسیای شاعری اشتراک نموده ایستادم فکر میکنم برد من در این آزمون آن بود که شعرهای خود را در نزد استادان سخن قرائت نمودم و بهای شعر خود را فهمیدم این چونین توسط همین آزمون توانستم قلم خود را در نوعهای گوناگون شعری داستان، غزل، مخمس و مسدس، ترجیبند و ترکیبند، رباعی و دوبیتی و دیگر انواع شعری سنجم. بسیار خوب. گمانم دست خالی نآمدید به برنامه ما و با خود آوردید یک مجموعه با نام ماه پاچاه سخن دارد. خب میخواهم از همون چکامه هایی که پیش از برنامه خواندم قریب که همگی شعرهای دوران کودکیت و با مثلا موضوع کودکانه بخشیده شدند. پس بید به خاطر که شاید همین حالا برنامه ما رو کودکان نیست تماشا دارن نورسان تماشا دارن از همین مجموعتون چند مصرع قرائت کنید بعدا باز میگذاریم به دیگر موضوع. مجموعه ماه پاچاه سخن دارد هنگام مکتب خانی وقتی که در صنف دهم تحصیل میکردم روی چاپ آمد این مجموعه شعرهای دوران کودکی هم را در بر میگیرد موضوع آنها کودکانه شعرها در موضوع وطن مادر را در بر میگیرد در اینجا میخواهم از همین کتاب شعری را در موضوع وطن قرائت نمایم باشد ما میشنویم الا ای میهنم ای کوه دامانم
دلم خواهد به وصفت شعرها خوانم، به وصف دشتها و کوهسارانت، به وصف قهرمان و رادمردانت، به وصف شاعران شعر پردازت، به وصف سربلندی ها و اعجازت. دلم خواهد بفهمم هر معما را، بخوانم رزم شیرک را و دارا را، به هر یک بیت سازم درک معنی را، بخوانم شعر حافظ را و جامی را. نویسم سنگ و خاک و ساحلت با مهر، نویسم مردمی روشندلت با مهر، نویسم منز قلب خود برایت شعر، که باشد شعر من سرشار عشق و مهر. بهترین، آفرین، آفرین ماهپادشاه. اکنون پرویز جان، شما چند جمله دیگر درباره اونه که به برنامه فضای تلویزیونی سفینه با 2 سرود آمدید. بله. خب سرود اول در موضوع مادران عزیز ارجمند بود. خب سرود دوم موضوع چی است؟ شعری کی است؟ آهنگی کی است؟ و گمانم آماده اید بسرایید. سرود دوم از ایجادیات شادروان فتح‌الدین تشیف و شعر از هلالی. خب سپاس میگویم دوستان عزیز، برای شما شام با فراغت، شام پر از مهر را تمنا میکنیم و اینک سرود دوم را پرویز مرگلیوف هدیه ما و شما میسازد. با ذوق تماشا کنید. مرحمت. لیلی و مجنون اگر به بود در دوران تو، این یک حیرانی من به گشت و آن حیرانی تو. این یک حیرانی من به گشت و آن حیرانی تو. دامنی خود را بکشیم روز از اسیر رقیب، دامنی خود را بکشیم روز از اسیر رقیب، ورنه چون فردا شود دست من و دامانی تو. ورنه چون فردا شود دستی من و دامان تو. مهنتی روزی اخیرت بر من آسان بیگذرد، مهنتی روزی اخیرت بر من آسان بیگذرد. زین عقوبت ها که دیدم در شب هجران تو، زین عقوبت ها که دیدم در شب هجران تو. یکی از نازی تا بالودم کشتی مرا، وای اگر ظاهر نمیشد خنده پنهان تو. در غمی هجران هلالی صبر کن تدبیر چیست، در غمی هجران هلالی صبر کن تدبیر چیست.
تدبیر ندارد دردی به درمان تو هیچ تدبیر ندارد دردی به درمان تو هیچ تدبیر ندارد دردی به درمان